سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. چرا خندنی؟ ما دو روز خانه رها بودم. نگاه من مسخره هم میکنه. ما دیگه گربه دارم اونم شد بوسی مامای اینا من مسخره میکنه. امی خدا گفته مسخره کنندگان را دوست ندارم. بوسی مامای. خب ما خانه رها بودم، قرار بود که یه جایی بریم کار کنیم ولی کارمون کنسل شد. بعد الان میخوایم بریم سرزمین کشاورزی، چی بگیریم؟ تره بگیریم. بذار مرد زنگ بزنم که اگر مرد بود بریم از چی تره بگیریم. خیلی سبزیش تازه خوبه، سبزی خوردنم دارم. بعد یه اپلانس بسوی هم هسته و یکی تره میگیریم موریم خانه. تره را میچینیم، خورد میکنیم، خمیر مونیم، بعد موریم باشگاه. بعد از او برمیگردیم بولانی جور میکنیم دیگه. تا فعلا من حاضر شدم. این رها خانم خیلی داره طول میده. حاجی خانم راو شو دیگه. بی زود باش بریم. دخترم در خانه منتظر مادر نشدی که بفهمی. مادر نشدی بچه تو در خانه منتظرم. خب بچه ها ما تا فعلا گردم من خورم باید بکنم. خب باش بچه ما بریم ظرفا بشور باز میم. خب دوستان عزیز، شما در حال مشاهده هستین. ما داریم میریم به خانه من. رها پشت سرم آلایش. خب از وسط راه همه فیلم میذاریم. خب رها خانم، ماشین شما گرونه یا ماشین من؟ معلومه ماشین من. میدونی چرا؟ من فضای آزاد استفاده میکنم و اینکه اسکد نمیدم و اینکه فقط پول بنزین نمیدم. خب زمستون که نمیتونی باهاش بری هر جا. نه چیه؟ بگی دیگه. زمستون خونه میشینم. دستتو بده بیبی گم نشی. اینجا ما اومدیم بازار شلوغ در بالستا سنتروم. همه چی حراج شده. بله ما موزیک یه جا به بازار بوده بیا بریم. شنبه بازاره. شنبه بازار بیا این طرف بازار. بیا این طرف بازار. دو تا بخر سه تا نبر. ما میدونیم وسایل خانه که استفاده نمی‌کنیم میچی میمونیم. بریم بیان پهن کنیم واقعا. ولی میدونیم مگه روی فرشی آسبی. بادا این طرف بازار. کجا بریم؟ از این طرف دیگه نه. باشه نگاه کنیم. باید بریم. نه دست دومه به خدا بیا وسایلاتو بیا اینجا بفروشی نازن. وسایل خانه خودم نه؟ اونقدر لباس داشتم. اینجا میای میرقصی. این سن رقصه اینجا وسط. من خجالت میکشم. لباس محفلی ما نپوشیدم. بریم که لحنیم بچیم. میگم یک آهنگ شو لیپاک میدونه بزن که ما واسهتون برقصیم. میکنیم میگیم برقصیم به برای میکنیم. اینجا وسایل میاد اینا رو نشون بده. بچه ها وسایل خانه داره. جگا حراجی است دیگه. این طرف این چیز خیلی تنوره چقدر جالبیه. سر کنیم نه اینجا نداشتی؟ چقدر قشنگه. اون مال باقلبه است ولی نانم شره. یعنی دختر بینزن بسالا را شای خورده اینجا سودا بریم بیاریم. در کنم اینقدر زیاد دارم که داشکا خیلی افغانستان در سر کراچی خواه مثلا یک چیز بود مثلا 10 افغانستان در به خود ما هیچی نمیخوایم ها. خب نگاه میکنیم ببین چی هست چی نیست. سایلش کما پلاسانی شنبه بازار.
De andra? De här växterna? 30 kronor. Jättefina. De växer blir jättestora. Tack så. Ja, jag har dem. What is this? Fina asala asli Syrien. Hur mycket kan jag kvar? Det här kostar 90, det är lite större. Den är ju flytande. Hashtag kolla. Ja, vad kish är i Sifche. ایران میفرستی خیلی از نه ایران میفرستن اصلا خب بیا باری علی. مامان. دستکش. دیگه. What is this? Hey. بیا لباس هندی. Come on baby. Come here. Come here. Här. لباس پنجابی. اگه ارزونه بخریم ایسا نگاه کنم. خوشگله. سب نگاه کنم. کی بله بی دختر. نه اینو دختری نه تازه. Men خود jobb är det. Hela tiden. okej jag kollade din Instagram och kollade när Precis. Visst sa det jag kanske. Till även att jag skulle gärna vilja här ha är bara här. täcke. Ja, gör det så då lägger vi upp. Hej på dig. Ska jag fixa det? Är det punjabi? Precis. Jaha. Men det är osytt så du kan sy den på vilket sätt som helst. Okej. Det kan vara, du kan ha den... De alla är osynliga eller? Nej, här har vi sytta. Jaha, Sen har vi okej. lite så här shirts. Och طرف دختگیشه طرف نادختگیشه. Vi har en sida på Instagram. Som man Jaha, kan följa, okej. som jag säljer där då som man kan Okej, kontakta. okej. Den är, jag ska visa dig. Hur mycket kostar de andra? Jag ska visa dig. Den här. Ja. Den här är Aganor. Det är ett märke så att säga. Jaha. Den här kostar 800. 800. Då är det alla 3 byxor Jaha. ordnade där. Okej. Den här är storleks. Det är storlek, det är så XS. Men det är Aganor har lite regulara storlekar. Ja, ja, ja. Så S kan bli okej. Okej. Det här har vi en annat märke som är Cardi och den är sån här tyg. Så det här kostar 700. 700. Det här har vi också samma. Okej. Det finns olika typer. Det här har vi. Det här kostar 500. 500. Ja, det är min egen design som jag har designat själv. Okej. Kostar Har du 45. inte bild från den här modellen? Nej, Jag kan följa din Instagram. Ja, det här är inga, eftersom det här är tyger. Så att det är bilden där du vill att den ska se ut. Så som du vill ha den sydd, då gör du oss en bild istället. Kan du visa in Instagramen? Ja. Ni kommer från Afghanistan? Ja, precis. Jag har jättemånga afghanska kunder. Jaha, okej. De Bra. kommer och syr... Hon är kändis på TikTok. Ja, okej. Ni får följa mig på TikTok också. Okej, ska jag göra det? TikTok och YouTube. Ja. Inte känd. Skojar. Nej, jag skojar inte. Dream.dress. Var bor du någonstans? Här nere. Jaha, okej, Ja. bra. Vi är nästan granne. Jaha. Så det är Baldergatan. bara- Ja, okej. Ja, jag bor på nya Sleipner. Jaha, okej, bra. Men annars jag brukar bara ringa mig, Okej. boka en tid. Så Okej. kan man komma hem till mig och Okej. kulla i lugn och ro och Okej, matcha. ska jag göra och sen, det? Okej. Så ger man sitt mått och så kan man få den uppsydd. Ska jag göra det? Jag hade en kollega till mig som är från Afghanistan. Aha. Hon sydde upp hon köpte sån här tyg och Okej. körde en sån här Ja, jag förstår det. aftonklänning Ja, jag förstår. till ett bröllop. Okej. Så och då har jag olika tillbehör med
lite Okej. små detaljer. Okej, ska jag. Så sådana saker finns absolut också. Okej. Tack så mycket. Tack, tack. Hej då. اینا چی هستن؟ وای اینا خیلی خوبه. آفرین. آلوورا؟ آفرین. Hur mycket kostar de här? 50-60 per styck och 3-pack 160. 60? 160. 160. Okej. En stycke 56. 56 اینا خیلی خوبه. بعد هر جا میگی نمیاد نمیخوای بخری؟ نه سب کن که بادی لوشن داره. اوکی tack så mycket. Okej. Hej! Åh, så قشنگ. بچه ها نمیده. Hur mycket kostar det? 200. ببخشید. نمیخوام. 200. خیلی قیمته 200. نوشه بخری؟ آقا البته اینا نویه چقدر؟ جان؟ اینا نویه خب میدنم من. jättedyrt. اوکی اینم بازار بهتون نشان دادیم. ما خواستیم بولانی جور کنیم، زنگ زدیم به اون مرده که سرزمینش بریم، گفت امروز نمیتونیم فردا. الان نمیده برم خانه تو جور مهمانم دارم. بریم بیبی؟ بیبی مصیبانم نخوردیم گوش نیم. بریم نمیدنم دخانه تو دخترم کن پیتزا؟ اصلا واسه میخوایم برم خانه پیتزا جور آه کافه داریم. اوی ساری بریم پیتزا جور کنیم. آها یادم داشت در وقتی مکن سوس بخورم. خب بچه ها اینجا موزیک میذاره میتونیم بیایم بسد. لینا اینا بوبا هی بوبا چی همکار اینقدر باحال بود. رها از اون لحظه هایی که خیلی گوش نیوم دارم وحشی میشون. نه چی نان چی رو میخرم در چی؟ نامش چیه؟ بی طرف بیبی باید برم نان چی رو بخرم. نان پیتزا را خمیر جور نکنم دیگه. خمیرش گلومبه گلومبه. کاش همیشه سویدن اینجوری شلوغ بازار داشت. خیلی دلیم میخواد سویدن بده آدم دیدیم. ما میخوایم بریم پیتزا درست کنیم. رها پیتزا مثلا پیتزا شما پیتزا چی میخواد؟ من میتونم واسهتون کباب پیتزا باشه. کباب تو خونه داریم باشه. میتونم ویگیتاریان هم میتونم واسهتون درست. ها دیگه خب میخوام بریم خلید بتونم. چیا من دعوا میکنی؟ نه گریه میکنم. خب خب بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی را؟ یک دونه زیتون بگیریم عشقم. یک دونه زیتون. من افتادم نه زیتون گرفتی؟ ها میخوام زیتون بگیریم. یک دونه کری بگیریم بیبی. بگیر عشقم هر چی دوست داشتی بگیر. از والسا بگیریم؟ خب بیا. خب چیزای ما میخوایم پیتزا جور کنیم بچه‌ها. یک دونه ویگیتاریان جور میکنیم، یک دونه سبزیجات پیتزای سبزیجات جور میکنیم، یک دونه پیتزای کباب پیتزا میخوام جور کنم. یک دونه دولمه نیاز دارم. دولمه یالا پنو به نظرم خونه داریم. گیده
آها نان پیتزا نان پیتزا اینجا. رها من رو گم نکنی خواه دارد تو دختر. خب نان پیتزا اینجا داشت دیگه نیاز نیست خمیر کنم. خمیر کچ کلا بیا ای بابا اینجا داشت نداشت. خدا اینجا رها بود. رها تو اینجوری وقت خرید میکنی قد خود گپ میزنی اینجی بود این من قد با خود حرف میزنم. نان پیتزا اینجاگا بود به خدا. باید خوب چشمامو درویش کنم ببینم. نان پیتزا یکی با بروده. ها تیتا اینا اینجا نشته کده. چند دانه من نشی؟ خب چند پیزا جور کنیم؟ 4 تا؟ اوکی. چی دارم؟ پنیر پیزا دارم دیگه. آره هر کباب روش بندازم. سس قرمز دارم. اوست داری؟ اوست دارم. زیاد؟ آره زیاد دارم. بعد کباب زیاده؟ آره کباب. خب یک دونه کبابم بگیریم. خب کباب بگیریم. بعد یه سس سفید روش. سس دارم در خانه. آها کاهو بگیریم. آها دارم در خانه کاهو اسپری سالاد دارم. درمش خانم. چی هم بگیریم؟ سرکو اسمش چی بود؟ پپرونی. آره خب اینجاگاه داشت به نظر اینا بگیر. اینو از مغازه عرب نگیریم؟ مغازه عرب داره؟ آره. خب باش اوکی باش حالا بریم. پپرونی پپرونی خب بچه ما بیبی بیا طرفی چیا؟ انا اینجا گاه ما دنبال پپرونی هم که در روی پیتزا سالاد میندازه اگر پیدا بتانم. بیبی دنبال انا این خیر کنی پیدایت کنی. این جان پپرونیه که روی از اینا مخورین بخرم؟ اینگاه در روی کباب یا نه؟ نه خب چون که ما فقط در روی کباب استفاده میکنیم دیگه مامونا دمانه یخچال گنده میشه. خب یک دانه مایس بگیرم. مایس در روی چی میخواین؟ مایس در روی چی؟ در روی ویگیتاریان. کو مایس؟ نه تونفیس. نه اوکی. خیلی چی درش چی میندازیم؟ میندازم؟ سالاد میندازم. قارچ هم میندازم. کباب میندازم. سس خوشمزه. بیا سس بگیریم. قارچ بندازیم؟ چرا یک دونه قارچ بگیر از اینجا؟ اینه؟ نه او نه کوچولو اینه کوچولی بالای سرتون نگاه کن. این اینی همین دیگه. نه اینی این آفرین بنداز. خب سس من میگم بیا سس خوشمزه بگیریم. خب باش جان. این سس کجا؟ این سس پیدا کنیم بریم کجاست. این خیلی خب بلم رو منشی. نمیدونم که اینه یا یکی دیگه است. بیا کجا هست؟ سوسا؟ پیدا کنیم. سس یک ماشابم بگیریم. خدا بیامرز مادر کلان مخوا وقتی که چی بود زنده بود در نوشابه میگفت ماشابه. ای خدای شکرت. خودم قبیله گرمه رها اون سس اون پشت سر تو. خب دیگه چی بگیرم در روی ویگیتاریان؟
همین چیزا رو گردت میکنم میندازم منش دیگه. خدای چقدر گوشنه به خدا. ما که گوشنه بشیم آدم هم میخورم، عصبانی میشه. از اینا برای سال ببینم برای پیزا داره یا نه. اولش کن چی میگه گرفتی بیبی؟ رها خیلی گوشنه مصاب ما خراب بیبریم. کدام؟ خب بگیر دیگه، هر کدام که دل توشید بگیر. خب بریم اینا رو بطالا کنیم. باز بگذار بیبی اینجا. توپ داری؟ توپ؟ نه ندارم. خب باشه باز ما بریم بقیه خریدار انجام بدیم. باز ماییم. بیبی هر تویشو چی کردی؟ چی باب ریختی؟ من خواستم یک شو ویگیتاریان جور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رها تریس خریده میخواد پولدار بشه. ببر عزیزم. یه دونه صبح خریدم 30 کرون داشت. ها دوباره 60 کرون. الان بکنم دوباره 60 کرون تعریف بریم دو توی دیگه بخریم. بذار در روی یک دونه چی؟ خیلی چرا؟ 150 میلیون. چرا فوکوس نمیکنه تلفن؟ خیلی ما رو آزار میده. چی شد؟ آها نه خوش. بگیری؟ سی تی وی سی چند تا سی آوردی؟ دوتا دوتا؟ این میلیون. یه دونه این میلیون دیگه هم بده دیگه، اذیت نکن. 90 یکی دیگه؟ این میلیون. هیچی؟ اونو پایینم چی که اگه سی بود چی میشه؟ یعنی 30 کرون دیگه. گون گرفتم. ای بابا هیچ. خب خیر انشالله قسمت بشه. آره. میگه که خدا اول جنبهشو به آدم میده بعد پولشو میده. حتی ما واسه الان جنبه به نظر ما اگر پولدار شویم خب مثلا بگیریم خیلی قیافه بگیریم مردم ها رو اذیت کنیم نگاه بالا. خدا میگه بشین بچه کوچولو هنوز وقتت نرسیده. بچه ها ما میخوایم بریم. دیروز میخواستیم رفتیم مغازه چی؟ مغازه نه ببخشید در مرد زنگ زدم گفت تره ندارم. حالا امروز میخوایم بریم تره بگیریم. یعنی که تره داشت چی نبود، مرد خودش سر زمین کشاورزی نبود، به جاش پیتزا درست کردیم. حالا امروز میخوایم بریم گندنه بگیریم. رها خانم چکا مکنه هیچی ناراحت کردم. خیلی خب بریم یا بریم روستا؟ بری کجا؟ روستا میخری از بریم. اون چیزا؟ شب من و تو خوبه حال دوتون تو چشمات گرشنم میباره چیکه چیکه بغل کن تو دستم به 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 من تیکه تیکه چه بویی میده. سری توشک گذاشته فکرت باش. خب حلوی سبزی خورد کنیم غیبت کنیم. الو پپه تو کیفت کیلو جنسه. خب عزیزان ما این سبزی خوردن رو خریدیم. نه ببخشید سبزی خوردن نه
اسمش چی بود؟ گندنه به افغانی به ایرانی تره برای بولانی. 3 نفریم چقدر گندنه خریدیم بخدا. پای نمفتم بخدا این دمزه چیزا دمنک کردن اصلا پای نمفتم. مثلا همیشه چیزا کته کته میگیرم. فقط تو برای یک نفرم غذا جور میکنم اسم خیلی کته کته، یعنی که اندازه نمیگیرم که اوکی برای اینقدر نفر چقدر لازم. چرت فرد خریدم. مرده اینقدر خوب بود تره رو گرفتم از پیشی، برگشت گفت که قرار بود ساعت 2:30 بریم، باز 2:30 زنگ زد گفت ما حرکت میکنیم. باز برگشت گفت که امی موشه که یک 40 دقیقه دیگه بیا. گفتم چرا؟ گفت که ما باید در آرامی نار بچینیم که گیلاش قد سبزی نره، یعنی که مثلا مرد خیلی با وجدان بود دیگه. گفت خدا رو خوش نمید از خاطر که وقتی گیل در قد سبزی بره باز وزنش زیادتر میشه دیگه. نه گفت ما امور آرامی برای شما بچینیم. گفت خدا رو خوش نمید. وقت خوش نمید. گفتم خدا چقدر این آدمای قدیمی چقدر آدمای خوبه، یعنی در هر کار خدا رو در نظر میگیره. خوش خدا نمید و خوش شدم که گفتم اوی کاکای من خواندم فیفال فردا امتحان دارم. چاقوی بزرگ شو کجای نازه؟ چاقوی بزرگ؟ سکو یا ای کشوی طرفی یا او طرفی؟ این داخلش. بچه من از اونجایی که دارم ولاگ میگیرم سعی میکنم خیلی طبیعی همون چیزی که واقعیتی که در خانه اتفاق میفته رو ایدید میدید ندارم. کی؟ دیروز روشن کرد و امصبح بس پر کردی حاج خانم. آها یه تو پر کردی؟ آره دیگه صبح یا تو نمیه که خالی کرد. صبح هیچ کار نکردی؟ چی استفاده نکردی؟ چی کار پر کردی؟ نمیدونم موزی باشه پشت دوربین نشی. طرف بیا. آفرین. سلام من تو یار قدیم. نازنین تست دیگه. ام گپ بیزو. خب ما دیستایم بی خدا درو. ام کاکو. دیستایم درو بازی کرده موره. دیستایم بازی کرده درو موره دیگه پرپرک نیم. آی مادر. هم خواستم اینی بگم ما میخواستیم دیروز ما میخواستیم اول بولانی جور کنیم بعد دمرده زنگ زدیم گفت ما سرکارم در سرزمین نیم. باز امروز رفتیم گرفتیم. دیروز پیتزا جور کردیم. بعد پیتزای ما خیلی سفت در آمد چون که نان چرا از چی گرفته بودم؟ از چی میگه؟ رها؟ نان چرا از مغازه ایکا گرفتم. خودش رو میگفتم. دیروز رفتم از مغازه عرب مغازه ایکا نان چرا خریدم گفتم خمیر نکنم. بعد او را آمدیم درش بولانی انداختیم. بولانی چی میگم بولانی پیتزای ترکیبی که با پیتزا رو انداختم بس دقیقه خامپینیون رو انداختم امی قاج. بعد اونقدر خوشمزه نمیده دیگه. مرده ایره از وسط همین اینجور میکشه بیرون مثلا اینی را آره دیگه این شکلیه نه؟ آره دیگه که طرف شکل داره. اما خانم کلم بوی سبزی خویده نه طرف قلبم مادر.
بیبی تو میخوای چیکار میدونی چیکار کن؟ چه؟ تو میگه اول اینجوری سبزی رو خوب بیچین زیاد بعد بگه قیله کن. نه عشقم اونجوری قیله کن. خب ما الان چقدر قیله کرد اینقدر سعی کن. خب تو باید تست کار کنی. عشقم دیگه از این تستر ما نمیتونم دیگه ما که ماشین نیم که تا خدای ما داره کار میکنه چرا بهم گیر اگه دیدی زیاد چی هسته سرش رو بگیر چی کن اینا خوبه خواه وای چقدر بوی خوب میده اونا شوشته میشه تو آب ماره. تو تایشی نمیگیری؟ تشیر چرا؟ اینیش نمیگیری؟ اینیش رو؟ باید بگیرم. آره سرشیر رو نگیر خیلی. نگیر سرشیرش من اینجا با چاقو میزنم. خب؟ آره. اوکی فقط هم تشیر بده. خب آره سر خیلی رین شدی ها خیلی تست شدی ها رن بودم من. خب بچه ما اینو خلاص نکنیم بعد از پروسه های بعدیش هم فیلم میگیره کچالو ها ما در آب جوشانده گذاشتیم سر اجاق گاز تا آن بجوشد باز دوباره برمیگردیم تا فعلا بیبی رو خاموش کن این هم نتیجه پولانی ما حالا اگه کچ کلا شده خامنده دیگه تمام تلاشمو کردم دیگه روز خوبی داشته باشین تا یه هلیان دیگه خداحافظ